دیدن نور زندگی در خود و دیگران مفهوم عشق، این نگاه قشنگ به عشق به ما کمک میکنه که اول نور رو تو خودمون پیدا کنیم و برای پیدا کردن نور ما نور رو خلق نمی کنیم. ما حجاب ها رو بر می داریم تا نور درونمون آشکار بشه. نور دائم به درون ما جاری میشه و پرده ها و حجاب های ذهنن که اجازه نمیدن اون رو در خودمون ببینیم و وقتی هم در خودمون نبینیم در دیگران هر چقدر هم جستجو کنیم ذهن جز نقص و کمبود چیز دیگه در آدما نمیبینه و این مسیر به سمتی نمیره که ما بتونیم زندگی درون دیگران رو پیدا کنیم. پس اگه دنبال عشقی اول نگاه کن به خودت، ببین آیا در درون تو جاری است، برای تو جاری است، کریم هستی، به خودت روا داری، خودت رو میبخشی، عبور میکنی یا گیر میکنی و اگر هنوز در اینها دست و پا میزنی بدون که تجربه عشق در بیرون توهمی بیش نیست. این تجربه زیبا تنها از طریق تجربه زندگی، نورش و مستیش در درون ایجاد میشه. بعد میتونی اون رو در دنیای بیرون خودت به تماشا بشی.